سلام، ما دکتر نوید خپلواک هستم و امروز در مورد معالجه زودانزالی یا انزال زودرس نزد آقایان گپ میزنیم. خب، قبل از اینکه مستقیما به معالجه بریم یک بار بشناسیم که انزال زودرس یا زودانزالی چی است. مدت زمان کمتر، دیوریشن یا مدت زمان کمتر از 1 دقیقه، duration less than 1 minute، از دخول الا انزال. از جمله تعریف‌هایی است که بیشتر توسط ریفرنس ها و منابع سکسولوژی استفاده شده. اگر از دخول الا انزال مدت زمان 1 دقیقه و یا کمتر از 1 دقیقه بود، اطلاق و نسبتش به زود انزالی میشه. همچنان گایدلاین هایی که توسط سکسولوژی USA یا امریکا نشر شده، از دخول الا انزال مدت کمتر از 2 دقیقه از جمله زود انزالی تلقی میشه. خب، از 2 دقیقه الا 10 دقیقه مدت زمان نرمال است که در مقاربت جنسی الا به انزال برسه. درست. خب، برای معالجه این وضعیت میتونیم از دو گزینه استفاده بکنیم: معالجه یا treatment of premature ejaculation. خب، برای معالجه دو گزینه داریم: فارماکولوژیکال یا استفاده از ادویجات، نان فارماکولوژیکال یا بغیر از اینکه از دوا استفاده بکنیم، از منابع کیمیاوی استفاده بکنیم، تکنیک ها و ورزش های موجود است که بدون مراجعه به دکتر، بدون استفاده از ادویجات میتونیم اونا را انجام داده و تکلیف یا عارضه را از بین ببریم. خب، فارماکولوژیکال تریتمنت یا معالجه زود انزالی با استفاده از ادویجات و مواد کیمیایی. فارماکولوژیکال تریتمنت ادویجات خیلی زیاده برای زود انزالی استفاده میشه، ولی SSRI یا Selective Serotonin Reuptake Inhibitor SSRI از جمله ادویجات است که برای رفع نقیصه بیشتر نتیجه مثبت داده. اصلا در مغز ما ماده کیمیاوی به نام سروتونین کم میشه و بنابر کمبود سروتونین زود انزالی به وجود میه. صنف از ادویجاتی که به نام SSRI یا Selective Serotonin Reuptake Inhibitor زیاد میشه، اینا در حقیقت مقدار سروتونین در مغز بیشتر میسازه و بنابر بیشتر بودن سروتونین میتونه مدت زمان انزال از دخول الا به انزال بیشتر از دقایق باشه، بیشتر از چندین دقیقه باشه. از ادویجاتی که بیشتر در خانواده SSRI مورد استفاده قرار داره، اسیتایلوپرام است، همچنان فلوکزوتین، در پهلوی اسیتایلوپرام و فلوکزوتین میتونیم از امیتریپتایلین، ونلفاکزین و سایر ادویجات این خانواده استفاده بکنیم. خب، یک چیز باید در نظر داشته باشیم که به هیچ صورت خودسرانه از انتی دپرسنت یا ای ادویجات که فعلا روش گپ زدیم استفاده نمی کنین که سبب گنگسیت و گاهی اوقات سبب سردرد هم میگرده. اینا باید توسط دکتر در موقعی که نیاز است تجویز گردد. خب، ادویه که بیشتر از اسیتایلوپرام و فلوکزوتین و امیتریپتایلین و ادویجات دیگر این صنف برای رفع نقیصه زود انزالی استفاده میشه. دولاکزیتین است. دولاکزیتین
هم از جمله ادویجات صنف SSRI است که بیشتر برای رفع زود انزالی استفاده میشه. 20 میلی گرم دوز کافی است که استفاده بکنیم. فاژه کشیدن، گنگسیت و گاهی اوقات سردردی از جمله عوارض است که بعد از استفاده ریلاکزیتین به وجود میاد. همچنان برای معالجه زود انزالی میتونیم از ادویجات انستتیکس استفاده بکنین. انستتیکس یا ادویجاتی که بیشتر برای بیهوشی و به‌حس ساختن رگ‌های عصبی استفاده میشه. اینا بیشتر در بازارها و مارکت های فارماکولوژی به شکل سپری و ژل موجود است. سپری و ژل های مخصوصی که اینا در حقیقت رگ‌های عصبی که در حالت تناسلی مردها موجود است اونا را به‌حس ساخته و اجازه میده که مدت زمان سکس بیشتر باشه. همچنان ژل های مخصوص موجود است که در ترکیب خود اینا لیدوکین و لگنوکین داره و اینا میتونه برای کوتاه مدت برای رفع نقیصه کمک بکنه. خب نان فارماکولوژیکال یا متد هایی که برای معالجه زود انزالی استفاده میشه که در حقیقت تکنیک های ورزش ها یا تکنیک های فیزیکی است که در آن هیچ نیاز نیست که مریض برای رفع زود انزالی خود دوا یا مواد کیمیایی را استفاده بکنه. میتونه توسط ورزش ها و تکنیک های مخصوص مدت زمان سکس بیشتر بسازه. نان فارماکولوژیکال در معالجه زود انزالی میتونیم هم از ادویجات استفاده بکنیم و هم از متدهای مخصوصی که توسط سکسولوژیست ها برای رفع زود انزالی پیشنهاد شده از اونا هم استفاده بکنیم. نان فارماکولوژیکال. خب ورزش به نام کیگل موجود است. کیگلز اکسرسایز. شما میتونین کیگلز اکسرسایز در اینترنت هم ببینین. ویدیوهای خیلی خوب معلوماتی در این مورد موجود است. در مورد کیگل اکسرسایز خلاصه بگویم، بر یک لحظه فکر بکنین که امی لحظه شما در تشناب هستین و ادرارتان جریان داره و میخواین ادرارتان توقف بدین. امی وضعیت توقف کردن یا متوقف ساختن ادرار که در حقیقت آلت تناسلی و مقعد به طرف داخل کش میکنه، ایره به نام کیگل اکسرسایز یاد میکنه که عضلات خیلی مخصوص و ظریف موجود است که بالاخره کنترکشن و تخلصش میتونه از زود انزالی جلوگیری بکنه. متد دومی که میتونیم توسط زود انزالی را معالجه بکنیم به نام سکویزینگ تکنیک یا تکنیک یاد میشه. سکویزینگ تکنیک یک تکنیک فیزیکی است. سکویزینگ تکنیکس که در هنگام انجام عمل سکس ازش استفاده میکنیم و توسطش دیوریشن تایمینگ یا مدت زمان سکس بیشتر میسازیم. چگونه؟ از زمانی که دخول صورت گرفت در انجام عمل سکس، وقتی احساس میکنیم که انزال زود است یا به انزال میرسیم، اتومات باید پروسه سکس توقف بدهیم و به اصطلاح عام آلت تناسلی را به درد بیاریم یا چوندی بگیریم. انجام از این عمل در حقیقت سبب پراگندگی انگیزه هایی که برای انزال آمادگی گرفته بود میشه و یک وقت جدید را بر دوام سکس بر مریض میده. تکنیک دیگه که برای رفع زود انزالی تا این حال نتیجه خیلی خوبی داده به نام start and stop تکنیک یاد میشه. start and stop تکنیک. چی معنی؟ در انجام عمل سکس بعد از دخول، زمانی که احساس کردیم انزال نزدیک است یا به انزال میرسیم، اتومات پروسه سکس باید متوقف بسازیم. زمانی که پروسه سکس متوقف شد، برای چند لحظه دوباره پروسه سکس شروع بکنیم. به این معنا که ما وقت انزال خود ما منیج میکنیم و مدیریت میکنیم.
ظرافت مغز در چی است؟ اگر ما خود ما دست به کار شویم و انزال یا مدت زمان انزال یا مدت زمان سکس کنترل بکنیم، میتونیم توسط start and stop method یا تکنیک استفاده بکنیم. خیلی هم آسان است. در انجام عمل سکس اگر متوجه شدیم که انزال نزدیک است، انزال میشیم، پروسه سکس متوقف میسازیم و بعد از چند ثانیه دوباره شروع میکنیم. اینا تکنیک هایی است که تا الحال نتایج خیلی خوب داده. میتونیم در مدت کمتر از یک ماه ذهن خود قسم عیار بسازیم که مدیریت زمان سکس در دست خود داشته باشه. در پهلوی معالجه باید بدانیم مختصراً که چرا به وجود میه. بیشتر در جوامع ما مشکلات روحی و روانی و افسردگی ها که مستقیما روی سیستم عصبی مرکزی فشار میاره و سیستم عصبی مرکزی توسط سیستم های مخصوص و خودکار عصبی به نام اتونومیک نروس سیستم تقلصات مخصوصه به وجود نمیاره. سبب تقلصات رگهای خون نمیگرده که جریان خون مساعد بسازه و بالاخره در دراز مدت اینها همش میتونه سبب زود انزالی نزد آقایان بگرده. انگزایتی یا تنشن، قسم اضطراب بیشتر، در مجموع تشوشات روانی و روحی از جمله عوامل آشکار و خیلی شایع در جوامع ماست. قهر، غصه، تشویش، اضطراب، اینا همش در دراز مدت میتونه سبب زود انزالی نزد آقایان بگرده. در پهلوی افسردگی و تشوشات روحی increase penile sensitivity یا حساس بودن آلت تناسلی increase penile sensitivity، زمانی که آلت تناسلی در مقابل انگیزه های سکس خیلی حساس شد، میتونه انزال به زودترین فرصت مساعد بسازه و به وجود بیاره. بیشتر در افرادی که استمناء میکنه و یا بر مدت طولانی از دست کار گرفتن، انزال خود به کمک دست به وجود آوردن، در اونها ذهن قسم عیار شده که به مجرد که هوس به وجود بیاید، میلان به طرف سکس ایجاد شد و انزال صورت میگیره. در معالجه این وضعیت استفاده ادویه مثمر نیست، بلکه امو تکنیک start and stop یا شروع و توقف سکس نتیجه خیلی مثمر داده. در پهلوی پینایل سنسیتیویتی یا افسردگی هایی که سبب کمزوری جنسی میگرده، خصوصا زود انزالی، موجودیت تکالیف روحی و روانی در جانبین خصوصا در ناکح و منکوح میتونه سبب کاهش میلان جنسی بگردد. کاهش میلان جنسی میتونه هم زود انزالی را به وجود بیاره و هم اختلال در نوز یا اختلال یا تکلیف در استاد شدن آلت تناسلی. در پهلوی این که مشکلات روحی و روانی سبب پریمچور اجاکولیشن یا انزال زودرس نزد آقایان میگرده، عدم اعتماد به نفس در هنگام سکس هم یکی از فاکتورهایی است که میتونه در آقایان زود انزالی را به وجود بیاره. یعنی آنهایی که فکر میکنن قبل از انجام عمل سکس فکر میکنن که ما زود انزال میشیم، مدت زمان سکس ما خیلی کم است، تشویش از این دارن، اونا بدون شک انزال زود دارن و این وضعیت هم میتونیم توسط بدون استفاده از دوا توسط کیگل اکسرسایز کنترل بکنیم.